سلام دوستان، یه نکته کلیدی مهم میخوام بگم که حتما به دردت میخوره. خوب گوش کن تا آخرش. شما تو جاده داری رانندگی میکنی با ماشینت، یه خود به خود بی دلیل ماشینت خاموش میشه. باید چیکار کنی؟ اگه ماشینت بی دلیل خاموش شد، خب ماشین هدایت بکنی به سمت کنار جاده. بعد به هیچ عنوان استارت نمیزنی، به هیچ عنوان نباید استارت بزنی. اگه ماشینت خاموش شد یا خود به خود بی دلیل خاموش شد، به هیچ عنوان گوش بگیر دوست عزیز، به هیچ عنوان نباید استارت بزنی، چون خسارت میلیونی به خودت وارد میکنی. به ماشین رو هدایت میکنی کنار، ماشین رو تو حالت دنده قرار میدی، ترمز دستی رو میندازی پایین، میخوابونی، از ماشین پیاده میشی. حالا تو دنده 1 2 3 فرق نمیکنه، ماشین تو حالت دنده قرار میدی، خاموش، سویچ بسته. ماشین رو هول میدی، تکون میدی. اگه ماشین تکون دادی، حالا تنها باشی، میتونی این کار انجام بدی. حالا مثلا بفرض ماشین تو دنده 2 قرار میدی، بعد ماشین هول میدی به سمت جلو یا عقب، تکونش میدی تو حالت دنده، دستی هم خوابیده. اگه ماشین حرکت نکرد، خب درست، بهتر. اگه ماشین تو حالت دنده به سمت جلو خیلی راحت تونستی حرکتش داری، به هیچ عنوان اگه ماشین حرکت کرد، راحت به سمت جلو رفت، یعنی انگار خلاص بود، استارت به ماشین نمیزنی به هیچ عنوان. این ماشین یا تسمه بریده، تسمه تایم بریده، یا از تایم رد شده، ماشین رو تایم رد شده. این نکته رو حتما، این فیلم رو حتما ذخیره کن و واسه دوستاتم بفرست، چون واقعا مهمه ها. گفته باشم.